سلام. میخوام 3 خوراکی بهتون معرفی کنم که از سیگار به ریه‌هاتون بیشتر فشار وارد میکنه و نابود میکنه ریه‌هاتونو. همه فکر میکنن این 3 تا خوراکی سالمه، اما در ادامه شگفت زده میشی که چطوری به ریه‌هات فشار وارد میکنه و نابودشون میکنه. اولی شکر مصنوعی یا همون شکر سفید خودمون که تو صبحونه میخوری. باعث میشه مصرف بیش از حدش که به ریه‌ها فشار وارد بشه و التهاب ریه‌ها رو زیاد کنه و خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی رو افزایش میده. دوم، غذاهای فرآوری شده. این غذاها شامل فست‌فودها و غذاهای آماده هستند که مواد نگهدارنده و رنگ‌های شیمیایی دارند که به مرور زمان پس از مصرف اونا باعث میشه به سیستم تنفسیتون آسیب جدی وارد بشه. سوم، روغن‌های با اسید چرب ترانس. این روغن‌ها بیشتر در غذاهای آماده پیدا میشن و نه تنها سلامت قلبتون رو به خطر میندازن، بلکه باعث التهاب ریه و مجاری تنفسی میشن که باعث میشه به مرور زمان ریه ها نابود بشه. این 3 خوراکی رو از رژیم غذاییتون حذف کنید و سلامت ریه‌تون رو کاملا جدی بگیرید.